وقتی صحرای محشر می شود، روز قیامت، چه روز سخت است، چقدر روز سخت است. ما فقط شنیدیم ولی ندیدیم. لیس الخبر کالمعاینه. شنیدن کی بود مانند دیدن. بسیار روز خطرناک است. وقتی روز محشر همه در یک صحرای وسیع جمع می شوند، زن و مرد، پادشاه و گدا، پیر مرید، استاد شاگرد، غنی فقیر، نبی ولی، همه در یک میدان وسیع جمع هستند. یک بار صدا زده می شود از زیر عرش رحمان که بیاورین دسترخوان را. حدیث است، بیاورین دسترخوان را. دسترخوان آورده می شود، پرسیده می شود کجا هموار شود این دسترخوان؟ می گوید زیر سایه عرش رحمان. زیر سایه عرش رحمان هموار شود. ما زمستان را تیر کردیم، سردی. امروز خیلی هوا گرم است، ازدحام من باز گرمی را زیاد کرده. ولی عزیزان من، به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، هیچ قطره عزیزتر به پیشگاه خدا از این قطره‌ای که از بدن تو میچکد نیست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید 4 قطره به پیشگاه خدا محبوب است. یکی از اون قطره هایی که خدا دوستش دارد همان قطره است که از بدن مسلمان در راه خدا میچکد، که امروز از بدن شما میچکد. بسیار با حوصله مندی تحمل بکنید که انتظار میکشد دسترخوان در زیر سایه عرش رحمان. وقتی این دسترخوان هموار میشود، چنان غذاهایی می آورد. جلال الدین سیوطی در الدر المنثور که تفسیر دارد، در اوجه می آورد غذاهایی به این دسترخوان چیده می شود ما لا عین رأت، هیچ چشمی ندیده. چقدر تو تصور زیبا داشته باشی نمیتونی تصور کنی که در دسترخوان چی نوع میوه‌ها را الله آماده کرده. ما لا عین رأت، هیچ چشمی ندیده، ولا اذن سمعت، هیچ گوش نشنیده، ولا خطر علی قلب بشر، به قلب هیچ کسی هم خطور نکرده. وقتی به این دسترخوان میوه ها چیده می شود، ای فقرایی که نان خوردن ندارین نگران نباشید. ای بیوه زنانی که نان خوردن ندارین نگران نباشین. دسترخوان عظیم پروردگار زیر عرش رحمان روز قیامت انتظار شما را می کشد. ای یتیمانی که نان خوردن ندارین نگران نشین. ای فقیری که در وقت افطاری جز نان خوش چیز دیگر نداری نگران نباش. پروردگار کریم و مهربان تو چنان دسترخوان آماده کرده است که در هیچ مطبخ شاهان دنیا دیده نمی شود. بعد از این میوه ها و غذاهای رنگارنگ چیده می شود، صدا می زنند که چی کسان تشریف بیاورند. ای پروردگار، ای خدای کریم و مهربان، این دسترخوان مال انبیا است. آیا پیامبران بیایند، اولیا بیایند؟ الله رب العزت و الجلال صدا میزنند روزداران بیایند، روزداران بیایند، فقرا بیایند، جوانانی که روزه گرفتن بیایند، جوانانی که می توانستند از غذاهای لذیذ در دنیا لذت ببرند اما در ماه مبارک رمضان از ترس الله دهن به غذا نزدند، اونها بیایند. روزداران از صف جدا می شوند، می روند زیر عرش رحمان. چه کلر زیبایی، چه نسیم زیبایی، چه هوای سرد در همون صحرای محشری که همه از تشنگی و گرسنگی در حالت هلاکت هستند. چقدر روحها سیاه و چقدر روحها سفید است. اهل عرصات که یه حالت را می بینه، مجرمان، فاسقان، ظالمان، روزخوران، بینمازان، کافران، مشرکان، وقتی حالت را میبینه پرسان میکنه که اینا چی کسانی هستند؟ اینا چی کرده بودن در دنیا؟ الله میگوید اینها بندگان هستند
که چندین ساعت گرسنه نشسته است، چندین ساعت در کنار زنشان بودند ولی از ترس خدا به زن نزدیک نمی شدند، چندین ساعت در کنار غذا بودند دور از چشم مردم، اما ترس الله اجازه نمیداد که اینها بخورن. من یک سوال از تو دارم، دوست داری که یک چوکی مانده شود، یک کرسی در کنار رسول الله باشی؟ دوست داری؟ کسی هست در این مجلس ما دوست نداشته باشه؟ روز قیامت کرسی ها مانده می شود، چوکی ها مانده می شود. عزیزان من، به خدا این سختی های دنیا می گذرد، این مصیبت ها می گذرد، این فقر ها می گذرد، این درد ها می گذرد. این را تصور کن که روز قیامت در کنار رسول الله باشی، چوکی مانده شود، کرسی مانده شود، صدا بزند فلانی ولد فلانی، تو خود در دنیا عاشق رسول الله بودی. او تفلک بیشتر میخوان، خدا خیر بده، احمد زبیر جان میخوان که ما از دنیا چیز نمیخواهیم، فقط این را میخواهیم که به دین محمد باشیم، فقط این را میخواهیم که وقت جان میدهیم به زبان ما اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، همین به زبان ما جاری باشه. من مطمئن هستم همه شما همین آرزو را دارین. حتی جنت بدون رسول الله زیبا نیست، بدون دیدار پیامبر جنت زیبایی ندارد، کوران جنت زیبایی ندارد. در بین ما شاید کسایی باشه رسول الله را در خواب دیده باشه، خوشا با سعادتتان. پس انشالله اونهایی که ندیدن آرزو دارن، پس زحمت روزه بگیرین، خوب روزه بگیرین. حالا 7 روز تیر شد، اگر خوب گرفتیم یا خراب خود تیر شد، ولی 23 روز دیگه مانده، فرصت است. بعد از این روز تصمیم بگی که خوب روزه بگیری که تا در روز قیامت در کنار محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بگیری. بعد از این که در این اطراف دسترخوان می نشینن روزگیران در دنیا، از این نعمت ها استفاده می کنند. اهل عرصات پرسان می کنند اینها چه کسانی هستند؟ میگه اینها روزداران هستند. وقت نزدیک جنت می شوند روزداران، می خواهند که وارد جنت شوند. یک دروازه بالای سر دروازه نوشته است باب الریان، باب الریان، دروازه سیراب کنندگان، دروازه‌ای که سیراب میکند. صدا زده می شود ای روزداران، این دروازه مخصوص شما هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید آخرین انسانی که روزه دارد وقت وارد این دروازه می شود، این دروازه جنت دیگه بسته می شود. بغیر از روزداران به کسی دیگر به این دروازه اجازه داده نمی شود. این به ما و شما هست. یک بار بگوین الله اکبر.